السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آیا جایز است که یک زن به روی مال یا اینکه بی ستر نزد دیگر زن بنشیند یا اینکه در نزد یک زن دیگر بی ستر به حجاب بگیم این طرف اون طرف رفتن گیرد؟ یعنی که بین همون زنها در جایز است که بی ستر روی مال بنشینند یک جا کرده. در حقیقت زن برای زن دیگر یا اینکه بین خودشان به روی مال شیشتنشان این موافق اسلام جایز هست. یعنی که فرض نیست زن خودش را از زن دیگر ستر کند. اینجا یک چند تا قاعده ها علما گذاشتگی هستند، از جمله امام نووی رحمه الله در شرح مسلم بسیار تفصیلات آوردگی است و از جمله حدیثی که روایت بخاری و مسلم هست از حضرت ابن مسعود رضی الله عنه روایت میکند که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لا تباشر المرأة فتصفها لزوجها كأنه ينظر إليها. میگوید که وصف نکند، یعنی که اصلا درباره این است که زن به زن اصلا بدنش نرسد، باید زن به زن باید بدنش روش باشد، تنش باشد، این چیزهاش باشد و این نرسونن اصلا موافق حدیثی که بخاری مسلم روایت کرده است. پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله میگوید که چون که هست وقتی که بدن زن به زن میرسد، چی رویش باشد، چی دستش باشد، چی تنش باشد، فرق ندارد. پس اون رفته وصف میکنه، شاید برای شوهری خودش باشد یا اینکه برای برادرای خودش باشد، چون که از بعضی زنها زبانشون قبیده نمیتونن، یکم عیبش میبینن در دیگر نفرها میگن، یا یکم زینتش میبینن میبرن در یکم زیبایی هم را وصف میکنن برای مردهای دیگر. به همون خاطر علما میفرمایند که زن در نزد یک زنی باشد که اون نمیشناسد، یا اینکه فتنه انگیز است، یا اینکه این زنی که با تقوا هست، امانت دار است یا که امانت دار نیست، در نزد اونم زینت ظاهر کردن من میکنن. از همین حدیث میگیرن، چون که وصف میکنه اون در نزد شوهر خودش وصف میکنه کأنه ینظر الیها. وقتی که اون مردهایی که اون زن بگه وصف میکنه، اون مردها وقتی هر گاهی که این زن ببینن، اگر با نقاب است، با ستر است، با هر چیزی که نباشد، گویا که نظر میکنن به سوی همین. یعنی که دیگر اون زن دیگر اگر ستر هم کنه نکنه که در نزد اونها مشهور و ظاهر هستن که اون چه خیلی زن هست گفته. حتی گاهی شده است که زنها و دخترهای دیگر مردم، بعضی زنها کامیرا کردگی هستن، ویدیو کردگی هستن، اعوذ بالله. این چیزها را احتیاط باشید، خیلی احتیاط باشید. قاضی عیاض میگه که حکمت از همین چی است؟ میگه چون که از میگه وقتی که اون وصف میکنه سینی همون مرد دیگر، اون زنی مثلا که وصف کرده است سینی طرف شوهر خودش وصف میکند یا که برادر خودش وصف میکند، که همون بگیم وقتی که اونا که وصف میکنه اون تعجب میکنه به بگیم صورت و به زیبایی اون. پس شاید که اگر که شوهرش باشد، هم پیش نزد شوهر خودش وصف کرده باشد، شاید شوهرش همون همسرش طلاق میکند و اون زنی که همسرش وصف کرد شاید اون به نکاح میدرد. میگه قاضی عیاض شاید، یا اینکه در فتنه میافتد شوهرش. بگیم به همون خاطر زنها و خواهرها یک دختر بیگانه باشه، یک زنی بیگانه باشد، در نزد شوهر خودشون وصف نباید کنن اون چه خیلی زیبا است، اون چه خیلی است. بعضی ها را میشنوی همسرهاشون هر جایی که میروند میان زنها و دخترهای مردم وصف میکنن در نزد شوهرهاشون. اون شوهرهای بی سواد و جاهلشون باشد، اون زنی بگیم سخنچینه، اون زنی بگیم نمامه، سخنان رو گوش کرده با میشیند با، چون که از همون سخن ها میفورد. این جاهل دیگه هم وصف میکنند، زنش هم بگیم جاهل است، خودش هم جاهل است، دیگر فتنه میکنند در میانی زنها و خواهرها. اما کمیشه بیان کردیم از حدیثی که بخاری مسلم هست که این کار جایز نیست است و زنها بین زنهای خودشان هم باشند که بی ستر به حجاب نشینند، خوبترش اما نشستند احتیاط باشند و در همین سخن را برسانند که وقتی که بین یکدیگر می نشینیم یکدیگر وصف کردن جایز نبوده است و وصف کردنش این خیلی بگیم به فتنه ها می آورده است و دیگری که هست چندین مشکلات شاید در عائله ها بیاد. شاید که اون زنی که وصف میکنی تو اون شوهردار هست، وقتی که در شوهردار است این زن میره در نزد شوهر خودش وصف میکند، اون زن مثلا که هر گاهی که چی در ذهنش میاد همچنان که تماشا میکرده باشد، همین خیلی چیزهایی که به گناههای سخت میبرد میرساند. اما اگر که در حالتی که میگه که امام نووی رحمه الله اگر همون زن مثلا که همون دختر مثلا که همون یک مرد گرفتنی باشد، برای نزد همون مرد نزد همون بچه اگر وصف کنه که همین خیلی دختر است، همین خیلی زن است، خیلی اگر راضی باشی نه مثلا که بگیرش گفت اگر خیلی کردنی باشن، این حالت جایز است تنها خلاص، چون که از اون پیش از گرفتنش به نکاح مثلا که قبول کردنش باید بدون بسی او را. والله اعلم و علم. السلام علیکم و رحمت الله.